قربانی‌هایتان عیب نداشته باشه برادر. که میکنین صحیح قربانی بکنین. همونطور رفته در گوسفند بازار گرگی خوش نکنه. شما به نام خدا قربان میکنین دیگه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب. همونطور خوب یک کتا چاقش خوش کن. 4 نه 8 نه 15,000 15 نه 20,000 الله واسه برات میتا. گرگی نگی چشم کور نگی نمیشم. گرگی لاغر اگر باشه نمیشه. چشمش کور باشه قربانی نمیشه. چون تو به الله هم تو یک چیز قربانی میکنی. تو به خاطر ازی که چاق نگی که کباب بلندی میزنی. به خاطر که ثواب زیاد شوه پیسه زیاد به نام خدا بره. به این خاطر بگی پسان کباب بلندی میکنی خیر. ولی هدفت نیت الله تبارک و تعالی. کسی که برادر صاحب نصاب باشه، اولی داشته باشه، سلاح داشته باشه، مرکب داشته باشه، سواری سرش قربانی واجب است. ولی کسی که صدقه فطر واجب است، قربانی واجب است. صدقه فطر به کسی واجب است که صاحب نصاب است. 200 درهم شرعی 40,000 افغانی کامیابیش میشه. ولی برای کسایی که واجب هم نیست اگر قصدار افغان است قربانی کنین عوض خداوند میده. یکی از فایده‌های قربانی است که پیسه دار میشین برادر عزیز. روی چقدر خوش نه پیسه دار میشین. دیگه بلاها را خداوند از سرتان چپ میکنه. و اگر کسی پیسه دارم نشدهش تشویش نیست. بزرگترین خوشی است که الله تبارک و تعالی از ما شما راضی شود. پایکش اوگار نباشه، چشمش اوگار نباشه، دنبکش زیاد بریدگی نباشه، شاخش آنچنان میده نباشه که به مغزش رسیده باشه. همچنان از گاو شریک شدن کرده در گوسفند را یا بز را قربانی کردن بهتر است. باز اگر ندانید خیر به گاو شریک شوید. چون 6 نفر 7 نفر دلش کی بفهمه که دلش کج است راست. او خاطر خوب نیست زیاد شریک شدن. ولی باز اگر ندارین توکل به خدا گفته آدمای خوب پیدا کرده شریک کنین. حتی صاحب هدایه علی مرغرانی هدایه شریف میگه که یک کسی رفت یک جای یک شتر و گاو را خرید برای 5 نفر. مثلا نفر گفت خیر از ما را شریک که آدمای خوب معلوم میشین. مولای صاحبا، صوفی صاحبا، قاری صاحبا، دیندار صاحبا ای ما را شریک کنین. اگر شریک کنه پروا نداره، جواز داره در این صورت استحسانا. دیگه انشاءالله مسائل قربانی را ما فشرده و اجمالی اشاره کردم. خداوند شما را قربانی کنین دعای خوب بگرداند. و اگر روایت یاد دارید قل این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی و را بخوانید سر قربانی هایتان. اگر خودتان قصاب هستین تو قصابی یکی از سنت های رسول الله علیه السلام به دستش کارت میگیره 60 ایک شتر را با دست مبارک میکشه. حضرت الوداع 40 تا دیگر حضرت علی سر مونده میشه مبارک میگه بگی 40 تا دیگر ولی یک شتر که قصاب کاکا میکشه خود طرف اندازه ما شتر کشته اونم 5 قصاب 4 قصاب یک شتر میکشه یا 2 تا قربان. ولی رسول الله علیه السلام قربان بنازم به دستای پهلوان بگوید صلی الله و 60 و چند تا را به دستای خود را میکنه. یک روز دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک گوسفند را ذبح کردند. به یک روایت گفتن خدایا ای از محمد علیه السلام از قبول کو، از خاندان رسول علیه السلام از قبول کو، از امت رسول خداست ای قبول کو. یک روایت دیگر مشکات شریف است. حضرت پیغمبر علیه السلام یک گوسفند را کشتند به نام خودشان و ثواب برای خودشان به نام الله. بعد گوسفند دیگری آوردند گفتند هذا ای گوسفند دومی لمن لم یضحی من امتی. ولی او امتای ما که اونا غریب هستند قربانی ندارند ای برای اونا ذبح میکنند. نوش جانت فقیر. ولی بگو الله اکبر. ثروتمندان خودشان قربانی میکنند برای فقیران رسول خدا قربانی کرده. پیش از پیش کار میگیره و زیر گلوی گوسفند میفوانه الله اکبر الله اکبر گوید لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. اگر قصاب کاکای الله اکبر شکر شما دیگه شما باز بگوید سنت اساس در کشتن اینجا استاد شوید رو قبله استاد شوید باز بگوید الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. چی صحنه دلچسبی است. تو عوض اسماعیل صاحب گوسفند کلیشه بریدی. عوض اسماعیل علیه السلام رسول علیه السلام کار بر بزیر گلویش ماندی را خواند
اشکای مبارک میره. خدایا ای از او امت ما است که قربانی نداره. حالی هم بعضی امتهای با وفای است که امروز هم بعض ثروتمندای با وفای است، یکی برای خودش به همسرش به بچه هایش به مرده ها و زنده هایش میکشد، باز یک تا خوب و تو کلام چاری رو پیدا میکنه، سرش رو میکره به نام الله، باز چی میگه؟ خدایا این برای محمد مصطفی علیه السلام ثوابش به رسول خدا بخش. این تو جوان مردای امروز است و دیروز برای تو کرد، تو امروز برای اون میکنه.